میریم به پارت دوم ساخته یک انچانتین تیبل. خب حالا میایم پایین. اینجا رو گفته بودم اینجا رو ساختم بالای شده درست میکنم. این دور رو چون من میام مثل پلشتا، این دور دایمندیه، اینجا مثل مثلث توموری. خب بریم درستش کنیم. ابزی آیز بیدیان بلک و قرمز دیگه چی داره؟ نارنجی. خب بعضی رنگاش نداره. این کناریه ببینید رنگ خوشگلیه، نمیدونم چه رنگیه ولی باش میریم. ولی فکر کنم خیلی خوشگل بشه. اینجا چی نداره. بزنیم داخل ماساس واس. خب پاش بزنم اخم داخل ماسه هم نیست رنگاش. خب داخل پایینی ها داخل پایینه. اینو برمیداریم، اینو برمیداریم بردار اینا رو برمیداریم. خب حالا بریم بسازیم. خب اینجا رو حالا اچگوی خوردم وای. خب حالا وسطش رو باید پیدا کنیم. وسط ویش تیپ من اینجوری هم اینو بذار. چه قشنگ دیدیم بچه ها؟ دیدید وسطش قشنگ پیدا کردم. خب 2 تا قرمز، یکی اینجا یکی اینجا ریدم، یکی اینجا، یک دونه اینجا. خب اینم اینجا، اینم میکنیم، اینم اینجا بذار، اینم اینجا، همشو همینجوری میریم. حالا بذار این بقیهشو بریم. خب دور برم میذاریم. حالا دی وسطشون بقیه میکنیم نارنجی. من همیشه میدونم اسکولم من. خب حالا همشو اینجوری میکنیم. خب 1 2 3 هم که درست شد. 4 تاشو رفتیم. خب خوک بابا میام اینجا ببینیم چه دیگه داره. دایمندیا نه دایمند این مثل مثلثه، نمیدونم هر گویی که از ببند چه. خب شب شد. 1 ثانیه صبر کنید بچه‌ها. خب اینا رو اینجوری میذاریم. تون سری باش صبحان سری باش. خب تو میتوانی صبحان یه چیز انچانتین تیبل قشنگ درست کنی. خب بچه‌ها میخوام کل اینجا رو بکنم به چیزهای خوشگل. راستی اینم میخواستم بگم داخلش رو من دیگه درست نمیکنم دیگه، حوصله ندارم. پرم نمیکنم، اینجوری هست دیگه. بیرون ببینید. خب حالا برسیم به دایمند. داشتم میگفتم کجا بودم؟ فهمیدم. واسه رو نگاه کنید. شما میگه ساب کنید. اگه ساب نکردید ساب میام تو خوابتون. خب میگفتم چی؟ یادم نمیاد هر چقدر فکر میکنم. یادم اومد. خواستم کل اینجا رو بکنم انچانتین تیبل و مثلا همه آیتمای ماینکرافت دیگه، مثلا فرنیس ای او هر چی هست دیگه. پیدا کردم چه میکنم؟ اسمش چی بود؟ میسازم. بعدی که رفتین تیبل بچه عشقی میخوام درست کنم براتون، فدایی کنی. برو پارت بعد سری بیاین ببینید یادتون نره پارت بعدو. این هم تموم شد و بعدم پارت بعد رو سقفشو میریم. بعدیش هم روی چش اسمش چه؟ کتابشو. پس ساب کن گل من، تو پل منی. خدافظ.